یعنی چیپس میوه درجه یک به این میگن. شما فقط ببین حالتشو ببین. به به. اوه 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 اوه. اومدم میوه خشک بگیرم، یه سری قیمت‌های عجیب غریب آقا، 340 220 540 میوه خشک پرتقال و سیب و اینا، حتی نارگیل. بعد یه فکری به ذهنم زد چرا خودم نسازم. خیلی خوب، قیمت‌ها رو دیدید، فکر کنم الان مشتاقی که بریم تو کارش. 1 تا 3 لیتس گو. سیب، خرمالو، موز، بریم خشکش کنیم. بساط چیپس میوه رو به پا کردیم و میخوایم با دستگاه خشککن 10 سینی برقی گروه صنعتی اسکندری خرمالو و موز رو چیپس میوه‌ش رو درست کنیم. اولین کاری که میکنیم میوه رو قشنگ تمیز میشوریم و اسلایسشون میکنیم. برای اسلایس کردن هم میتونیم از دستگاه اسلایسر دستی گروه صنعتی اسکندری استفاده کنیم، هم میتونیم از چاقو استفاده کنیم که سخته با چاقو کار کردن. دستگاه خشککن میوه سینیایی که داره روشون یه سری توریای مخصوص کشیده میشه که مخصوص کار چیپس میوه خشک کردن هستش. روی سینیا هم باید توری بکشیم. ببینید خرمالو نیازی به هسته‌گیری نداره، خب ولی برای اینکه آشنا بشید براتون نشون میدم. در واقع هسته‌گیرای دستی که خرمالو اینجوری میذاریم اینجا، هر میوه‌ای که هسته داره و خیلی راحت با حرکت این اهرم ما میتونیم کار در واقع هسته‌گیریشو انجام بدیم و خیلی راحت هسته‌گیری انجام میشه. اما برای اسلایس کردن خب ما خرمالو رو میذاریم این داخل و با یه حرکت این باید سرش اینوری میذاشتم دیگه، میشه دیگه تو ویدیو. و اینم اسلایس خرمالو خوشگل. به همین ترتیبی که دیدید همه خرمالوها رو دونه دونه اسلایس میکنیم. البته من اینا رو خشک نمیکنم، اگه خواستید میتونید اینا رو خشک کنید. موضوعهای خب اینم از اسلایس های موز و خرمالو که همگی انجام شد. بریم بذاریم داخل دستگاه خشککن. اما باید سینیای خشککن آماده کنیم، توری بکشیم روش. بریم سراغ خشککن. خب اول باید یه محلولی رو درست کنیم. محلول پودر متابی درست کنم برای اینکه اون میوه‌ای که خشک می‌کنیم شفاف‌تر باشه. این نمونه‌ای که چیپس میوه‌ای که توی بازار میفروشن دیگه، می‌بینید چقدر رنگ خوشگلی دارن. این متابی این کار انجام میده. برای هر 1 لیتر 1 گرم پودر متابی میزنم. تقریبا میشه یه دونه از این قاشق کوچیکا متابی میزنم و الان همش میزنم و بعدش میوه میره داخل و داخل محلول حدود 3 دقیقه میمونن. توی 3 دقیقه‌ای که میوه میمونه من چیکار میکنم؟ من این برای این سینیام توری میگیرم. موز لامصب خیلی زود سیاه میشه دیگه. 10 تا از این سینیا داریم، یکیشو اندازه میزنم، الباقی از روی اندازه اون در میاد دیگه. هر کدوم یه دونه از این توریا میکشم. خب ببینید یکیش که اندازش در اومد اینجوری روش قرار میدیم. ببینید همینطوری ساده میتونید قرار بدید روش، یعنی مشکلی نیست. همینجوری بذارید روش، میوه رو بذارید روش، تموم. خب میوه رو تو این 3 دقیقه‌ای که کامل شد میذاریم روی توریا و میبریم داخل، میذاریم تا اینکه در واقع خشک بشه. خب سینی اول و هر کدوم از ردیفا که در واقع کشو یا جای مخصوص خودشو داره، سینی رو میذاریم داخل اینجوری و همین ترتیب قرار میگیره داخل و کامل مشخصه. میریم سراغ روشن کردن. دوشاقه صنعتی هم داره، وصل میکنیم به برق معمولی خونه، همین برق خونه. این کلید 0 که بزنم روشن میشه. اما قبل روشن کردن باید یه سری تنظیمات انجام بدیم. چه تنظیماتی؟ تنظیمات دم و
این نمایشگر دماست و تنظیمات در واقع تایمر. برای تنظیم این دکمه تنظیم رو یه بار میزنیم، ببین این 60 چشمک میزنه. خب شما هر دمایی که میخوای میتونی با این افزایش کاهش تنظیم کنی. ما اینو میزنیم روی 60 درجه. یه بار تنظیم رو میزنم، مرحله بعد هر دمایی که میاره رو باید 2 درجه پایین تر بذاریم. ما 60 نذاشتیم، 2 درجه پایین ترش میشه 58 دیگه. میذارید 58. مرحله سوم هر دمایی که شما تنظیم کردید 2 درجه بالاترش رو میذارید. با افزایش کاهش مرحله سوم رو میذاریم 62. بعد 3 تا یه بار میزنیم، این همون 2 میمونه، دست نمیزنیم و تموم شد. این از دما. بعدش تایمر. ما یه بار 3 تا میزنیم، این باید رو 4 باشه، دست نمیزنیم بر اساس ساعت. یه بار دیگه میزنیم، این چشمک میزنه. 10 الی 14 ساعت بهترینه، ولی چون خرمالوهای ما یه ذره آبدار بود، من یه مثلا 13 ساعت تنظیمش میکنم. 3 تا میزنید، این حالت سی باشه، دوباره 3 تا میزنید و تموم شد. اما تنظیمات هنوز اعمال نشده تا زمانی که شما دستگاه رو روشن کنید. پس اول در حالت خاموش تنظیمات انجام دادیم، بعد روشنش میکنیم. حالا با اون تنظیماتی که شما انجام دادید دستگاه کار میکنه. یه کلید این بغله که با روشن خاموش کردن این کلیده یه لامپی داخل دریچه روشن و خاموش میشه که باعث میشه دید شما یه ذره بهتر بشه و ما فقط باید یک کار انجام بدیم. اونم چیه؟ صبر. خب دوستان الان 6-7 ساعتی میشه که الان دستگاه داره کار میکنه و میوه‌ها داخل دارن خشک میشن. اگه تایمر رو ببینید الان روی 8 اومده، یعنی 6-7 ساعتی میشه که دستگاه داره کار میکنه و فرآیند خشک شدن داره به روال طبیعی خودش میره جلو. به محض اینکه حالا به ساعت پایانی دقایق پایانی رسید و میوه خشک شدن براتون ویدیو میذارم و نشون میدم که در چه وضعیه. جلی فایده بشم. جلی بچخ به به. آقا چیپس میوه آماده شد و الان تایم اینه که دستگاه خاموش، در دستگاه باز. من میگم که آقا میوه رو آوردیم بیرون، دست نمیزنیم چون این هنوز گرمه دیگه، میذاریم یه ذره بمونه بیرون. او چه گرمای خوبی میده بیرون. به اینا میانیم بیرون. ای جان، این موزا چرا اینجوری کوچولو شد؟ اینو نگاه، این همینجوری نصف شده مونده، خشک شده، این پاره شده خشک شده. یکیشو دست بزنه، هم گرمه هم نرمه. ببینید نمیشکنه، میبینی؟ ببین نمیشکنه، نرمه ها. اینجوری بمونه یه ذره خشک بشه، حالت تردی به خودش پیدا کنه دیگه. بده همینجوری میچکه. خب یه 10-15 دقیقه صبر کردیم و دیگه تموم. وقتشه که محصولمون رو برداریم. عجب چیپس میوه‌ای، خدا وکیلی عالی. یعنی چیپس میوه درجه 1 به این میگن. شما فقط ببین حالتشو ببین. به عالی، یعنی عالی. در ادامه براتون خشک کردن میوه دیگر هم یاد میدم. خب اومدین کارگاه دستگاه خشککن میوه و سبزی و میخوایم با دستگاه 48 سینی کار کنیم و چیپس میوه درست کنیم. چه میوه‌ای؟ این بار سیب رو انتخاب کردیم. مرحله اول قشنگ سیبا رو میشوریم و پوستشون رو میگیریم و بعدش میریم سراغ هسته‌گیری و اسلایس. میوه رو شستیم، پوستکنی رو انجام میدیم. فقط برای اینکه سیاه نشه 2 نفری پوستکنی میکنیم. بعد اینکه پوستکنی کردیم با هسته‌گیر پنوماتیک هسته‌گیری، با اسلایسر پنوماتیک اسلایسش میکنیم. خب اولش میریم سراغ هسته‌گیری پنوماتیک. 2 تا سیب رو به صورت همزمان میتونیم کار هسته‌گیریش انجام بدیم. جایگاه سیب ها مشخصه، اینجا قرار میدیم. اگه بیا از نزدیک نشون بدی، جایگاه سیب ها اینجا مشخصه. بعد یه دونه اینجا پدال داریم، این پایین اگه نشون بدی یه دونه اینجا پدال داریم. این پدال رو که بزنم شروع میکنه به کار کردن. ببینید با زدن پدال کار هسته‌گیری انجام میشه به صورت کامل
و همینطوری میریم جلو. برای اسلایس کردن میوه رو داخل محفظه اسلایسر قرار میدیم که شاسیش آوردیم پایین، خودش اسلایس میکنه، به پمپ بادم وصله. ببینید پایین میاریم و خیلی راحت کار اسلایس رو انجام میده. اسلایسی هم که میزنه یک اسلایس خیلی خیلی خوب و کامل هستش. بلا فاصله میوه رو میبریم داخل پودر متابی که این میوه ها سیاه نشن. شاسی رو باز میکنیم و با دستمون سیب رو قرار میدیم و بعدش با حرکت شاسی شروع میکنه به اسلایس کردن. بعدش میچینیم داخل سینی هم گفتیم توری میکشیم روش و میذاریم داخل دستگاه. برای روشن کردن دستگاه، خب این دستگاه هم برقی هم گازی. خب روش دودکش داره، همونطوری که میبینید ما دودکش رو وصل کردیم و دودکش کردیم از محیط دادیم بیرون. روشن شدن بخاریش، روشن شدن سیستم گرمایشش با خود دستگاه، واسه همین به برق وصل میکنیم که کنترل بشه. ببینید ما الان اینجا اگه از این ور ببینید شلنگ گاز رو وصل کردیم، گازش هم بازه. بعد اینجا جرقه زن داریم عین بخاری، میایم چیکار میکنیم؟ فشار میدیم، شمعش الان داره روشن شد، جرقه زد. ترموکوبله قشنگ این بخاری که گرم شد بعد 10-20 ثانیه دستمون رو ول میکنیم و تا آخر باز میکنیم. به برق وصل کردنش چجوریه؟ ببینید اینجا ما یه دو شاخه داریم، دو شاخه برق کابل کشی شده، وصلش میکنیم به سراحی برق دقیقاً به این صورت. ببینید آن آها. به محض اینکه وصل کردیم سیستم دستگاه رو نگاه کنید، دما و تایمر و اینا فعال میشه. اینجا بغلش هم یک کلید دیگه داریم، این بغله که برای چراغ داخله. این کلید رو من یه بار بزنم داخل چی میشه؟ داخل یه چراغی روشن میشه. ببینید روشن و خاموش شدنش با این کلید. این قبل از زدن کلید میایم تایمر و دما رو تنظیم میکنیم. با این دکمه میتونیم تنظیمات انجام بدیم. یه بار تنظیم رو میزنیم، الان میگه دما رو چند باشه. معمولا 50 درجه 55 درجه بهترین دماست، همون 55 میذاریم. خب یک بار 3 تا میزنیم. اینجا باید 2 درجه پایین تر بذاریم، عین خانگی میذاریم روی 55 گذاشته بودیم، 2 درجه پایین تر میشه 53. یه بار دیگه میزنیم، اینجا باید 2 درجه بالاتر بذاریم، آفرو 55 بود همون 57 میذاریم. یه بار دیگه میزنیم، 22 و تموم. این از تنظیم دما. میرسیم به تنظیم تایمر. تنظیم تایمرش هم معمولا سیب روی 10 الی 12 ساعت خشک میشه. ما همون 12 ساعت تنظیم میکنیم. برای تنظیمش 3 تا یه بار میزنیم، 4 باید بمونه بر اساس ساعت کار کنه. یه بار دیگه میزنیم، اینو میذاریم روی 12 ساعت. یه بار دیگه ست، رله رو حالت سی و تموم شد. وقتی ما دستگاه رو روشنش کردیم، سیستم دستگاه اتوماتیک شروع میکنه فنها رو روشن میکنه، سیستم گاز گرمایش دستگاه رو روشن میکنه و دستگاه کار میکنه و بعد 12 ساعت اتوماتیک خاموش خواهد شد. روی سینی هم بچینیم و ببریم بذاریم داخل دستگاه و 12 ساعت بعد سیب خشک، چیپس سیب بخوریم. گذاشتیم داخل، در دستگاه رو میبندیم و 12 ساعت بعد میتونیم میوه‌های خشک شده رو برداریم. چیپس میوه ها رو نگاه کنیم. به 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 به، آقا عجب چیپس میوه‌ای. به به، چقدر بافت خوشگلی. همش هم یه تست کنیم. بفرمایید. اوه 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 اوه، عالیه عالی. وقتشه که چیپس میوه هامون رو بیاریم بیرون و ببینیم چی شده. جان بفرما آقا بفرما. این سینی لواشک ها رو بزنیم. به 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 به.
عالی آقا عالی. این هم بافتشه، خورشش که خورده 6 میل برش زده بودیم دیگه، آب که رفته یه ذره کوچیک‌تر شده و فوق‌العاده است. اینجا کارگاه مونتاژ دستگاه خشک‌کن میوه و سبزی گروه صنعتی اسکندری هستش. دستگاه 10 سینی و 48 سینی صنعتی و خونگی رو دیدید. هر مدل دستگاه خشک‌کن میوه و سبزیه، خونگی یا صنعتی بخواید در هر سایزی، حتی سایزهای خیلی بزرگتر توی این مجموعه تولید میشه. لینک سایتشون رو میذارم این پایین، میتونید روش بزنید و راحت خریدتون رو داشته باشید. 32 ساله که تولید کنندن و سایتشون هم نشان اعتماد الکترونیک داره. هر مدل دستگاهی که بخواید توی این مجموعه موجوده، علل خصوص این دستگاه خشک‌کن میوه و سبزی خونگی و صنعتی. حتما سابسکرایب کنید، ما رو لایک کنید، دنبال کنید، نظرتون رو براتون بنویسید. خیلی دوستتون دارم.